شما اعلان‌های قلابان را در کجا دیدید؟ در صفحه اینترنتی یکچند بار اعلان‌های چخل پول کار کردن، سطح زندگی را بهتر کردن را دیدم. مرا پیروی کنید، صاحب درآمد کلان میشوید مینویسند. در صفحه هایشان شهروندان تاجیک در نوار قصه های خود را عاید به دست آوردن درآمد زیاد نقل کردن، آنها را تماشا کردم، باوری حاصل کردم. به صفحه هاشان ابونه شدم و درخواست گذاشتم. معلومات شخصی را طلب کردن، نام و نسبم، رقم تلفنم، نوشته روان کردم. گفتند که از یک چند دقیقه متخصصان بعد به شما به علاقه میبرایند. یکی زنگ زدن، خود را شناس کردند. گفتند که ما نمایندگان همان شرکت هستیم، شما درخواست ماندگی بودین. من در کوچه بودم، به آنها گفتم که در خانه نیستم، زنگ نزنید. بعدتر خودم زنگ میزنم. نیده به این زنگ زدن گرفتن. آنها نمیخواستند که مرا از دست دهند. پول سپاری در بین یک دو هفته پولتون کار کرده دو چند زیاد میشود. گفتند شما با آنها چقدر باور کردید؟ میخواستم که زندگی خودم را بهتر کنم. پول زیادتی به هیچ کس ضرر نمیکند. گفتن $40 سپارید، بعد پولتون را عبرود میدین. من که پول نداشتم، پول همین $40 من قرض گرفتم و سپاریدم. یک چند رمز دادن، رقم های کارت را گفتن. کارتشون تاجیکی بوده است. فکر کردم که شهر به هستم. بعد گفتن که $40 کم است، $150 سپارید. این $150 هم پولی کم نیست. در فکری پول یافتم موندم. $150 هم خیلی. باز زنگ زدن، همین خیلی مرا گفتن که کار رو سر کردن، در کار پول رو گذرانید. گفتن از شناسان جمع کرده $150 روان کردم به اونها. و شما خبر کردن که به آنها پول روان نکنید، شما باور نکردید؟ بعد از یک چند ساعت از بانک شما زنگ زدن. اپا جان پولتان را به کجا سپاریدید؟ اینها قلوبم، فریب خوردید، خودتان را احتیاط کنید. گفتن من نمیدونستم که دیگر چی کار کنم. بعد این سخنها را فهمیدن. به آنها زنگ زدم، نشد. آنها به من زنگ میزدن و من باشم به آنها زنگ زدن نمیتوانستم. خلاصه فهموندم به آنها که بانک مرا آگاهی میکند که شما قلوبید، باور نکنید. گفت اپا جان آنها برای فایده خود این خیل میگویند. گفتم من هم به آنها باور کردم. من میخواستم دیگر به آنها همکاری نکنم. شما زیغ نشوید، اپا همش نقض میشود، به ما باور کنید. گفتم خیلی همین کار را سر کردیم. چند روز گذشت، از $150 به $229 برآمد. رقم کارت نوام رو روان کردم. $10 گذشت، باوری پیدا کردم. بعد $10 گذشتن کمی هم باشد باور کردم به آنها که خیلی راست میگفتیند. 2 نفر بودن، یکمش نورالله، آدمان رو به خودش جلب میکردگی شخص، دیگرینش کریستینا بود. راه کار رو یاد میداد به ما. وقتی صحبت ساز گپ نمیزد، نسبتش علاقه بیزیب شد. رفتارشان معقول نشد. گفتم که با شما همکاری را قطع میکنم، پول من رو برگردانید. بعد همین تماما دیگر به زنگ های من جواب نمیدادند. حتی رقم من را برای خط سیاه گذاشته بودند. در صورت حساب من $300 پول جمع شده است. برای این پول را گرفتن شما باید به ما $500 روان کنید. گفتم من اینقدر پول نداشتم و دیگر چاره هم ناندیشیدم. به همین همش را هم خیلی موندم، یگان فایده ندیدم، پولم را از دست دادم. من قاصد یعنی کوریر شده در شرکت شخصی کار میکنم. در شبکه‌های اجتماعی اعلان‌ها را از نام شرکت گازپروم و لایحه الف پروفیت دیدم. دقتم را جلب کرد. در آنجا ویدیو با شخصان نامدار دیده باوریم آمد. در اعلان گفته میشد که مقدار معینی پول را به ما روان کنید و ما آن را 2-3 مراتبه زیاد کرده بر شما برمیگردانیم. خواستم یک خودم را سنجم. درخواست گذاشتم. بعد از گذاشتن درخواست به شما از کجا زنگ زدن و به شما چی گفتن؟ به من از روسیه زنگ زدن. خود را چون مدیر لایحه شناس کردند. روند کار را فهماندند، معلوماتهایم را گرفتند و پول را روان کن گفتند. پولی که برای سپاریدن قرضم جمع کرده بودم روان کردم. آگاه کردم که پس از 2 روز پولم را برگردانند تا قرضهایم را سپارم. آنها راضی شدند.
гуфтанд ки ҳамин ки пулат фоида дид ба ту бармегардонем. 2 рӯз гузашт. ба алоқа баромадам. пуламро талаб кардам. маблағи ваъда кардаашонро ба шумо баргардонданд? онҳо суратҳисоби бонкиаму мушкилӣ ҳаст гуфта баҳона карданд. баъди ин бонки шумо интиқоли моро қабул намекунад гуфта баҳона карданд. рӯзҳо гузаштанд. занг мезадам. ҷавоб намедоданд. ҳамин хел пуламро баргардонида натавонистам. дӯстон, айни замон дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълонҳои фиребгарон зиёд шуданд. онҳо даромади калон ваъда мекунанд ё ба шумо занг зада мегӯянд ки дар куҷое маблағ бур кардед ё аз шумо смс рамз мепурсанд. лутфан бовар накунед ва ягон маълумоти худро ба ҳеҷ кас нагӯед. чӣ хеле ки имрӯз ин нафарон аз саргузашти худ нақл карданд, ин ҳиссиёти бадест ки вақти пулҳои ҷамъкардаи худро аз даст медиҳӣ. дар хотир доред ки ягон роҳи осон пулкоркунӣ нест. эҳтиёт шавед. ташаккур.